سلام بیننده ارجمند، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی است تقدیم شما امروز پنجشنبه 16 اپریل و ساعت با وقت شهری پراگا 7 صبح. در چند دقیقه دیگر خبرهای آخری تاجیکستان و جهان را خواهم گفت. پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه در صحبت تلفنی گسترش کووید 19 و وضعیتی را که این بیماری همگیر به وجود آورده است بررسی کردند. در روسیه بیش از 24,000 نفر با کرونا ویروس گرفتارند. در تاجیکستان رسما یگان حالت مبتلا شدن ساکنان به این بیماری ثبت نشده است. دفتر مطبوعات کاخ کرملین خبر داد که صحبت امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین با درخواست جانبی تاجیکستان 15 اپریل صورت گرفت. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان نوشته است رئیس جمهور رحمان با پوتین برای کمک بشردوستانه از جمله تست ها و دیگر لوازمات طبی در دوران به گفته او برای همه دشوار ابراز سپاس کرده است. روسیه چند پیش به تاجیکستان بیش از 20,000 تست و یا مواد تشخیصی کرونا ویروس داد. رهبران تاجیکستان و روسیه در این صحبت مسئله های دیگری همکاری از جمله داد و گرفت مال را بررسی کردند. سپس رئیس جمهوری تاجیکستان تصمیم روسیه را که به مهاجران کاری برای تمدید مهلت بود و باششان در داخل این کشور اجازه داد مثبت ارزیابی نموده است. پیشتر شهروندان تاجیکستان بعد هر 3 ماه مجبور بودند مرز روسیه را گذشته دوباره وارد آن کشور شوند. حالا بنابر بسته بودن مرزها مقامات روسیه گفتند شهروندان تاجیکستان حق دارند به گذشتن سرحد سندهای بود و باش خود را دراز نمایند. اما مهاجران تاجیک این شب و روز بیشتر از آن نگرانند که روسیه پرداخت پول پاتنت و انداز آنها را موقتا تعطیل نکرده در زمان بیکاری در شرایط مشکل گذاشته است. از روی خبری دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان معلوم می شود که این مسئله مطرح نشده است. جانب روسیه نیز در این باره هیچ خبری نداده است. در روسیه تقریبا 1 میلیون نفر اهالی تاجیکستان کار و زندگی می کنند و در شرایط کرونا ویروس در آن کشور به جای کار و مبلغ مانده‌اند. در شهر دوشنبه جوانی دستگیر شد که نقاب طبی پوشیده خانه یک زن 30 ساله ساکن پایتخت را غارت کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید کارمندان میلیسا جوانی 24 ساله ساکن پایتخت را همچون گمانبر در صادر کردن کردار راهزنی دستگیر کردند. هویت این جوان حالا آشکار نمی شود. او شب 13 و 14 اپریل سال روان تخمینا ساعت 1 با راه پنهانی نقاب پوشیده وارد خانه استقامتی زنی 30 ساله ساکن دوشنبه می شود. با کارت او را تهدید کشتن کرده از داخل جیبانش 10,000 روبل روسی، 100 دلار آمریکایی و 300 سومانی و یک انگشترین تلی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 4700 سومانی حساب شده است. عین زمان گمانبر شونده در بازداشتگاه قرار داشته تفتیشات ادامه دارد. پرزیدنت تاجیکستان با صدور یک فرمان 6 تن از اعضای نوی مجلس ملی را تعیین کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان روز 15 اپریل اطلاع داد که با فرمان پرزیدنت فرهاد رحیمی، حسنیه رجبزاده، حسن دوستزاده، نظام قاسم، مقصود علی عمرعلی زاده و برهانالدین جباری اعضای مجلس ملی تعیین شدند. مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان 33 کرسی دارد و 25 عضو آن از سوی وکیلان مجلس‌های محلی ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر دوشنبه، ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت‌های سوخت و ختلان انتخاب می‌شوند. 8 عضو دیگری مجلس را پرزیدنت تعیین می‌کند. ولی حالا رئیس جمهور 6 تن را به این رویخط نو وارد کرده است و معلوم نیست که 2 نفر دیگر کی‌ها خواهند بود. در رویخط نو اسم آزاده رحمان که در دوره قبلی معاون رئیس مجلس ملی بود دیده نمی شود. انتخاب 25 عضو مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان از طرف وکیلان خلق شهر و ناحیه ها و ولایت های کشور روز 27 مارس برگزار شده بود. در روی خط 25 عضو نوی مجلس ملی نام رئیسان ولایت های سوخت و ختلان بدخشان، رئیسان چندی از شهر و ناحیه ها و یا معاونانشان و منصبداران و کارمندان اداره های دولتی ثبت شدند. پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان از سال 2000 باز فعال است و از آن زمان تا کنون ریاست آن را محمد سعید عبیداللهیف بر عهده داشت. اعضای مجلس ملی در 5 سال یک دفعه انتخاب می شوند. و بیننده ارجمند رو می‌آوریم به خبرها از خارج کشور. اقدام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مورد متوقف نمودن پرداخت حق عضویت در سازمان جهانی تندرستی تنقیدها را به بار آورد.
روز پیش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته بود که در 60 تا 90 روز آینده ایالات متحده آمریکا از پرداخت حق عضویتش در سازمان جهانی تندرستی خودداری ورزیده نقش این سازمان را در سرایت پاندمی کرونا ویروس تحقیق میکند. با عقیده رهبر آمریکا، سازمان جهانی تندرستی در جلوگیری از پاندمی به خطاها راه داده است. 15 اپریل شماره گرفتاران کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 در سراسر جهان به بیش از 2 میلیون نفر برابر شد. ایالات متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگر 600,000 نفر گرفتاری کووید 19 داشته. این بیماری حیات بیش از 26,000 نفر را از بین برده است. 15 اپریل کشورهای اروپایی، روسیه، چین و سازمان ملل متحد و کارشناسان اقدام پرزیدنت آمریکا را که قطع تخمینا نیم میلیارد دلار را تشکیل می کند تنقید کردند. در سال 2019 ایالات متحده آمریکا به سازمان جهانی تندرستی 400 میلیون دلار داده بود. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید واردات گندم از خارج که احتمال میرفت مشکل شود حل شد و پس از چند روز جمع آوری حاصل کارتوشکا در داخل جمهوری شروع می شود و نرخ محصولات زیاد بالا نخواهد رفت. تاکید خدمات روی کارتوشکا از آن است که چند روز اخیر نرخ کارتوشکا در بازارهای تاجیکستان خیلی بالا رفته، در برخی از بازارهای پایتخت به 7 سومونی رسید و نگرانی ساکنان را به بار آورد. مقامات شهر در یارمارکه‌ها کارتوشکا را با نرخ ارزانتر می‌فروشند، اما نه بیشتر از 5 کیلو به یک نفر. دلشاد مظفرزاده، معاون اولی رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، در یک صحبت با خبر گفته است کارخانه‌هایی که در جمهوری به کارکرد گندم مشغولند طلبات ساکنان مملکت را با آرد پورا تامین کرده می‌توانند. با تاکید او تنها مسئله‌ای که می‌توانست در این سمت مشکلی با وجود آورد این واردات گندم از خارج مملکت بود که آن هم حل خود را پیدا نمود و حالا صاحبکاران وطنی محصولات ضروری را به مانع وارد می‌سازند. با گفته دلشاد مظفرزاده، کرونا ویروس که به طور ناگهانی خروج کرده در برابر دیگر مشکلات به مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی دنیا ضربه سخت رسانید و از این جاست که قیمت مال و محصولات در بازارها بالا رفت. اولهای ماه مارس ساکنان در تاجیکستان یک باره به خرید مواد غذایی اولیه از جمله آرد شروع کردند که در نتیجه نرخ آرد یک باره تا 300 سومانی بالا رفته، بعداً کمی معتدل شد. ازبکستان از ائتلاف حقوقی بشری سراسر دنیا طلب کرده است که بایکوت پخته و محصولات نساجی این کشور را خاتمه بخشند. ازبکستان یادآور شده است که در منع زحمت اجباری پیشرفت نموده و پاندمی کرونا ویروس وضع اقتصادش را ناگوار کرده است. روز 15 اپریل وزیر مهنت ازبکستان ناظم حسینوف با ائتلاف حقوق بشر نامه نوشته تاکید کرده است که ازبکستان با دو تهدید، یکی وضع ناگوار اقتصاد و سرایت بیماری کووید 19 روبرو است. او خواسته است که حکومت‌های عالم بایکوت صادرات محصولات پخته و نساجی این کشور را خاتمه داده، مال کشور را به بازارهای غربی راه دهند. بایکوت پخته ازبکستان با تشبث گروه‌های حامی حقوق بشر در سال 2006 آغاز شد، زیرا در این جمهوری میلیون‌ها نفر مجبوراً برای اجرای نقشه‌های حکومت به پخته‌چینی سفربر می‌شوند. مقامات شهر سمرقند تصمیم گرفتند دیوار را ویران کنند که سال 2006 برای امنیت پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف بنیاد شده بود. دیوار میدان رگستان را از قسمی قدیمی شهر جدا می‌کرد. با گفته یک کارمند اداره فرهنگ سمرقند، قرار تخریب دیوار پشت میدان رگستان را دپارتمنت میراث فرهنگی، گارد ملی و وزارت کارهای داخلی ازبکستان تصدیق کردند. این دیوار سال 2006 با دلایل امنیتی بنیاد شده ارزشی تاریخی نداشت. بنابراین تصمیم گرفته شد که آن را تخریب نمایند، اظهار داشت همصحبت ما. معمار ازبک عبدالملک توردیف میگوید دیوار پشت میدان رگستان سال 2006 با پیشنهاد رهبر خدمات امنیتی اسلام کریموف بنیاد شده. هدف اولین درجهش حمایت اسلام کریموف از حمله‌های احتمالی تروریستی هنگام اشتراک او در چاره‌بینی‌های دولتی در میدان رگستان گفته میشد. همچنین منصبداران سمرقند میگفتند که دیوار خانه‌های بدنمای ساکنان را که در قسمت قدیمی شهر جایگیر است از چشم مهمانان پنهان خواهد کرد. بیننده ارجمند، در پایان نشر خبر با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که امروز از جانب بانک ملی معین شده است، $1 10 سومانی و 24 درم، 1 یورو 11 سومانی و 14 درم ارزش دارد. امروز قربی 1000 روبل روسی 136 سومانی تعیین گردیده است که در قیاس به یک هفته گذشته کمی پایین‌تر است. اینجا رسیدیم به پایان این برنامه. روز خوشی داشته باشید.